ببینید وقتی که شما در حال یک جنگ هستید با نیروهای متخاصمتون، باید از همه اهرم‌هایی که در اختیار دارید استفاده کنید. کما اینکه اونا استفاده می‌کنن، جنگ ترکیبی علیه ما راه انداختن، تحریم میکنن، تسلیحات به دشمن میدن و تنگه هرمز یکی از اهرم‌های در اختیار ماست. من اول اینو عرض بکنم، ما دو تا کنوانسیون بین‌المللی داریم در مورد آبراه هاست. یکی کنوانسیون ژنو، یکی کنوانسیون جامائیکا. هر دو تا کنوانسیون درش قید شده که این آبراه ها رو در اختیار صاحبانمونه، که اینجا آبراه تنگه هرمز در اختیار ماست و ما میتونیم، اگر تعبیر اینه، اگر کشوری منافع ملی خودش رو، حاکمیت خودش رو در خطر دید، میتواند عوامل خطر رو، کشورهایی که از عوامل این خطر هستن رو به اصطلاح ممنوع کنه. منتها باید از چند ماه قبل اطلاع بده. این است. چرا ما این کارو نکنیم؟ مگه اونا ما رو تحریم نمی‌کنن؟ چرا ما نکنیم؟ مقصود شما اینه که اصلا به لحاظ فیزیکی این آبراه رو ببندید؟ نه ببینید، بستن نیست. تعبیرش اینه ولی بستن نیست. ببینید شما میتونید برای بعضی از کشورها که متخاصم برای آمریکاست، فرانسه است، انگلیس، آلمان، فعلا برای اینا محدودیتش رو بگیم ما شما چطور این همه علیه ما کار میکنید، حتی به اسم ما حمله نظامی هم میکنید. خب شما دشمنید دیگه، ما اجازه نمیدیم شما از این تنگه عبور کنید. باور کنید آقای قلی، در این اگر چنین اتفاقی بیفته فقط نامش برده بشه قیمت نفت به $200 میرسه. بزرگترین ضربه اقتصادی به دشمن.